در شهر اسفند 1399 جمهوری اسلامی مرتکب یک مزنین جنایت بلوچستان انتخاب. بسیاری شمه جوانان در شمسر سراوان به شهادتی رسید و یک مزنین داگ میدلان سریحشت. شروچی که استعمارگران در سال 1307 شمسی بر بلوچستان حاکم بودند، ما همیشه شاهدی به جرم و جنایت علیه ملت بلوچ بودیم و تا استعمار گجر بمانید بلوچستان آسمان همه پم سیاه و تهار مانید. بازین سال ما سکوت کو و تحنکا چارون بودیم و این کار باعث بود که استعمارگران جرأت گیشتری بکنند و گیشتر شمه جوانان و شمه مردمان به شهادت برسند. هنو باهند و مقاومت وقت در برابر جنایتکاران رسید. ما را راه بجز ای استعمارگران گلینک شوتی سرزمین و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان نیست. برایش لازم ہے کہ ما بحکی ملت بلوچ قیام بکنیم و پرچم حق خواهی چس بکنیم. بیایید او منی مزارین براتان و گوهاران پوتی وطن و اوتی سرزمین چست بین و اوتی ملک شهید رمضان دستان درکنی و اوتی ملک تها واجه و مستر بین. شکون برز کنگورا کلات پرشتگان در آمدان میروان برات پشتگان. شکون برز کنگورا کلات پرشتگان در آمدان میروان برات پشتگان. میرات پشتگان میرات پشتگان.